وسایل مخفی که نمیدونستی وجود دارن. امروز اومدم 5 از عجیب ترین وسایل مخفی رو بهت نشون بدم که چشمتو گول میزنن. شماره یک این پاتختی هست که محفظه مخفی دارن. یکی هم رو شارژر وایرلس داره، هم 2 تا جای مخفی که یکیش با کارت باز میشه، کارتو میزنی و کشوی سومی که معلوم نیست باز میشه. اینی که دیدی نسخه قدیمی بوده و نسخه جدیدش مشکی است که هم شیک‌تر و مدرن‌تره، هم یکی امنیتش خیلی بالاتر از قبلی است. شماره 2 کتابخونه که تبدیل به در مخفی میشه. یکی حس فیلم‌های جاسوسی رو میده. در نگاه اول کتابخونه کاملا عادیه، ولی یه دونه کتابا رو بکشی و عقب درش کاملا وا میشه. حس باحالی میده. شماره 3 از این هابای کامپیوتره که وقتی وصل میشه کاملا سطح صافی داره، انگار نه انگار اونجا چیزی هسته. و دومیش لمسی است که پریز برق واسه آشپزخونه و جایی که بهش نیاز داری. شماره 4 این میزهای ناهارخوریه که برای کسایی که خونه هاشون کوچیکه ولی مهمون زیاد میره میاد خیلی خوبه. راحت موقعی که مهمون اومدن بازش میکنی و رفتن جمعش میکنی. حتی مدل چوبیش هم هستش که خیلی شیکه. قبل از اینکه بریم سراغ آخری حتما لایک و مم انرژی بده. و شماره 5 عجیب ترین میزی که تا الان تو زندگی دیدی. همه جاش مخفی، آخه کی دیگه اینقدر نیاز داره جای مخفی؟ اگه این ویدیو نمیدیدی مطمئنم نمیدونستی که چه جوری این میز باز میشه جای مخفیش. بدبخت پلیسا که برن تو خونه بدون سانسور تو اگه داشتی چی میذاشتی این تو؟